تالش 2 نفر. تالش آقا، تالش میرید؟ 2 نفر حرکته. بیا شما تالش میری؟ خیابون ما این هست. سلام دوستای عزیزم، صبح زیبای مه‌آلود پاییزی خلوتتون بخیر باشه. مرتضی هستم. گفتم 2 تا مسافر رو زنیم تا تالش بریم. یوتیوب که پول نمیده، کلیه‌مون در بیاد، بنزین در بیاد. مرام نداری لایک میزنی، یه دونه کامنت هم بذاری. امروز 22 آبان ماه، ساعتم 6:56 صبح. میخوایم بریم تالش زیبا، هوام سرد، یه ولاگ بگیریم. اسبشان با من. این مسیرم براتون بگیریم، از صحبت‌های گوهربار ما استفاده کنید. ببینید اول ولاگ من صحبت میخوام بکنم، یا صداشو قطع کن یا بزن ویدیو بعدی، چون قراره تو طول مسیر من جای مختلف رو بهت معرفی کنم، توی که بلدم، خاطره بگم، غر بزنم. برای من گذاشتن آهنگ رو ویدیو خیلی راحت تره. هر کار دوست دارم میکنم، هر فوشی دوست دارم میدم. صحبت کردن واقعا سخته ولی لذت بخش. همشهری برو 82 تا. آب گرفت، چی داره برمیره. اینجا که اول شروع کردیم یادم را بگم، اینجا هم پل یخسازی بود، اینجا هم جاده رشت به فومنه. منم که مرتضی هم، اینم ماشین منه، اینم کانال هست. داشت 10 دقیقه از بیدار شد. بخاری هم روشن سرد. آروم آروم با هم بریم ببینیم چه خبره. امروز 5 شنبه است، من گفتم یا نه؟ 5 شنبه بازار تالش قرار رو بریم فیلم بگیریم. این ولاگ رانندگیش هم براتون بگیرم. یه دونه گرفتم تا آستارا ولی روش آهنگ گذاشتم، توضیح ندادم، قدیمی بود. جدید با هم دارم، یادگاری، پول که توش نیست. اینم بیمارستان بین‌المللی و قائمه. این حاجی اون بارداده 56 قاف سامسرا، نگاه نمی‌کنه اینجا فرمون میچرخونه. خواهد بره بازار تلمشهر، کلش اون بره فرموش این. این جاده دیگه جاده‌ای که به غرب وصل میشه. البته 3 تا جاده هم هست، 4 تا دیگه هست، ولی اصلی که رشت رو به غرب وصل میکنه اینجاست. جاده فومن رشت معروفه، ولی خب وسطایی رو الان بهتون میگیم. شفت جدا میشه، سامسرا جدا میشه، مستقیم هم میره به فومن. ولاگ برفی این جاده رو براتون گذاشتم، اگه دوست داشتین نگاه کنید. یه سرچ ریس کنین با جاده برفی رشت فومن میاد. این جاده مخصوصا مسیر برگشتش یه خورده مردم عجله دارن، نمیدونم چه خبره. تو هم میافتی تو این مسیر خودت هم عجله داری. من سال 95-6 بود، رفته بودم تهران دنبال کار میگشتم. بیمارستان میاد اسمی نوشتم. بعد مردم میان تو مترو، دیدین میدوان برسن به متروی بعدی یا مثلا سریع در برن چی کنن. کیف دستم بوده این ما خدای چرا من میدوام، من کار دارم با من نیست کنیم، عجله ندارم. نه من اینجوریه، تو مسیر میریم همه گاز میدن، تو هم ناخودآگاه حواست پرت میشه گاز میدی. ما که عجله نداریم. در کل گفتم عجله داشتنش
همیشه به علت عجله داشتن واقعا نیست، سرعت زیاد مردم بخاطر عجله داشتن نیست. هر وقت تو این جو همینجوری گاز میدن بقیه هم گاز میدن. یکی کامنت گذاشته بود که رانندگی تو رشت بود که شما خیلی صحبت میکنید رو ویدیو، من اصلا صحبت های شما رو قطع میکنم. بعد یه نیم ساعت بعد هم کامنت گذاشته اون پارک بوستان ملته، باغ محتشمه، اون بوستان ملت نیست. چقدر هم که شما گوش نمیدیم به حرفای ما. کلکا بعدم سرعتگیر گذاشتن اینجا، دایش با سرعتگیر نمیشه فرهنگ سازی کرد. فرهنگو باید با جریمه ایجاد کرد. من 50-60 تا میرم و فعلا چیزی به ذهنم نمیاد توضیح بدم تا گرم شم یه خورده. یعنی این مسیر رو خودم 80-90 تا میرم. ولاگ دارم میگیرم عجله نرم، 70 تا میرم. انجاشیش قاف میشه سوم سرا، 56 لام اومنه، 56 نه 46 هم گرشت اینا. سوم سرا 20، فومن 22 تا، آسترا 165 تا، خشت مسجد. باورتون نشه یعنی من تو این وضعیت وایسادم یکی پشت داره چراغ میزنه راه بده. من راه داشتم خودم میرفتم تو چرا راه بدم. جاده تا یه چند ساعت دیگه شلوغ میشه. الان 6 صبح 7:03 چند ساعت دیگه شلوغ میشه. به هر حال پنجشنبه جمعه تعطیل ایرانیای کرجای عزیز تشریف میارن این جاده به فومن، قلعه رودخان، ماسوله، ماسال، آستارا، گردنه حیران، نگین گیلان. باز کلیپ میذاره یه سری هم میگن گردنه حیران مال اردبیل. داداش من شما سواد که داری، خدا رو شکر مملکت همه یک سرچ ساده همه چی بلدن. البته ما میگیم گردنه حیران مال شما، تمام. شما استرچ کن تله کابینه گردنه حیران، چیز خاصی هم نیست. یه سایتی هست مال خود چیزی میتونی بلیط بخری تجهیزاتش ببینی. تشریف ببر اون پایین سایت آدرس داره، همون رو یه نگاه بکن. اصلا دیگه من نمیخوام چیزی توضیح بدم، توضیح اضافه‌ای هم نیست. اگه هم پرسید ازتون چیزی همین رو بهش نشون بدین. دیگه سایت رسمی گردنه حیرانه دیگه. شما میگید مال اردبیل، چشم نگاه کنید اون زیر چی نوشته، تمام شد رفت. بس دیگه بحثی نداریم. حالا دیگه شما میگین مال کجاست، دیگه بحث شده چیز رسمیه. خود گردنه حیران سایتش اونجا زده. خیلی هنر میخواد پشت فرمون بشینی، فرمون بگیریم و فرمون بگیریم و حالا هم زنده باش. واقعا خودش یه هنریه. چون صبح زود راه افتادم ترسیدم این جمعه بازار من میرسیم بهش رافیکه. این صبح در رفتی این برای دور برگردون نگاه کنید شما، دور برگردون رو سمت راست نوشته میره به سمت شفت، شاهزاده ابراهیم و امامزاده اسحاق و خود شفت و
پلیلیست شهر شفت ما رو نگاه کنین ولاگ ازش گذاشتیم. سیاه مزگی و سفید مزگی هم حتی داریم. خیلی جالبه. یا اصلا یه روستا هست اسمش مزگی هستن. کلا پنیر سیاه مزگی اسم پنیر خاصی چیز نیست، خاطر اون محل اسمشه، یعنی سیاه مزگی اسم چیزی نیست، اسم این محل مثل کلوچه فومن. کلوچه فومن هم شده دونه 25,000 تومان. این هم دور برگردونه شفت میره. مثلا برین شفت باید این سمتی بود. حتی از سراوان هم داره، اگه رشت میاد از تهران رودبار میاد یعنی تو سراوان میره و راحت تر. این موزیک پس زمینه هم کار آقای دستجردیه، کار محمد دستجردی، گیتار نوازی. آهنگ بذاریم کپی رایت میخوره، آهنگ محلی بذاریم، آهنگ دنیای آهنگ اینجا. دنیای آهنگ نوستالژی. ما دیشب ماشین پدرخانومون خراب شد دیروز جاده انزلی بودیم، تقریبا نزدیک اون بازار الگوی ماهی. مه گرفته بود چشم نمی‌دید. بعدش یک کامیون خاورا بود، بار چیلاش یهو یه دونه این صفحه پشت بخاری ازش پرت شد پایین، افتاد رو شیشه ساینا. یه ساینا پشتش داشت افتاد رو شیشه ساینا. شیشه ساینا خورد شد. اون می و اینا شانس سرعت نداشت چپ نگرد. خاور میبینین بارش یه خورده ناامنه اینا احساس میکنین، مثلا این الوار رو نمیدونم نیسانه داربست و اینا داره فاصله بگیره، واقعا خطرناک. این میوه هم مجازش 95 است، میبینین ما داریم اونها 80 تا میبینیم. تقریبا تا تالش بکنم 1 ساعت و 50 دقیقه راهه. همشون که آروم نمیریم، این خودتون میکنیم. اومد تو جاده دوباره برگشت. این گاوار هم دارن میبرن این مال فروشان تولنشهر. این بازارش بدون راهشو نشون بدم تو جاده برای خیابون اصلی نیست. پلاشام پایین تو شرق گیلان یا تو رشتی نمیدونم چی میشه. کلاشام یعنی کسی که کلاشیدن یعنی خاروندن، نمیدونم ربطی به اون داره. کلاشوم ربط نداشت. این چیزم فکر کنم میگن کفشه پلاستیکی هست مال
ما بگیم گالش، کلاش، نمیدونم چیزی یک کلمه هم چیزی تو ذهنم اومد. حریف نشده از 7 صبح آدم عجله داشته باشه. انقدر پنجشنبه همش تعطیله، درجات تعطیله پنجشنبه. خب این میدون اسمشو یادم نیست، مستقیم میره به فومن، اون جاده قشنگ فومن سنو برداره. این برم که میره به سمت جمعه بازار و سوم سنا. احسان بخش، آیت الله احسان بخش. اینجا بهش میگن تلمشهر یا همون جمعه بازار. جمعه بازار صبح همون اسمش جمعه بازار بود که جمعه بازار توش بود. به خاطر اعتراض که مثلا میان نماز جمعه، میان نماز جمعه دیگه که میان بازار دیگه نماز جمعه نمیان، برداشتن بازارش آوردن پنجشنبه. الان بازار شروع نشد. دوست داشتیم ولاگش رو نگاه کنین، تو پلیلیست سوم سرا هست، یا سرچ کنین جمعه بازار سوم سرا. خیلی بازارش واقعا قشنگه، به نظرم جزو 10 تا که حتما هست، جزو 10 تا بازار قشنگ گیلان و بزرگ. این هنوز بساط نکردم. از این دست چپ ماست بازار. این هنوز سبزی اینو بعضی بازارها میری مردمش مثلا فروشندهاش برخورد خیلی خوبی دارن. مثلا چند روز پیش رفتیم سوم سرا، واقعا با یک شنبه بازارش ولاگ چرا نذاشتم، دوست داشتیم اونم نگاه کنیم. واقعا یه برخورد خیلی باحال جالب. از بازارا میری اون مثلا کسی دارم فیلم نگرفته یا مثلا با چیکار کنی، یا طرف کدوم نهاد اومدی یه خورده جبهه میگیرن، فیلم نگیرم. یادگاری میمونه دیگه. شما 5 سال 10 سال میرید فیلم های قدیمی 10 سال پیش نگاه میکنی، زمینه که از قیمت پشمات میریزه. یادم کسایی هستن که دیگه خدا به همه سلامتی بده. البته حال مرگ و میر و مردن واسه همه هست. امروز نوبت یکی دیگه از فردا منم، پس فردا اونه. یه خاطره میمونه، یه چیز قشنگ. مثلا بازار محلی آینده کی خبر داره؟ آینده میگه بازار محلی اینجوری بود. این بازار مال فروشن باید اون دست باشه، دست چپ. اینجا نیست، انتهای بولواره. اینجاست یا انتهای بولواره. با تو گوگل مپ بزنیم میاد. من خودم یه بار 2 بار رفتم، با گوگل مپ رفتم. بازار مال فروشن توضیح بدم. مال فروشن منظورش گاو و گوسفنده. بازاری که گاو و گوسفند و گاو میشم تا اینجا میاره. اینجاست. این نیسان است، دست چپ. اولش هم گوسفند داره. اینجا از اینجا دست.
از بولوار تمام میشه این جاده خاکی داره ابتدای حوزه شهرستان سامسرا. ماشاءالله نیسان هم زیاد پارک. از اینجا جاده یه طرف میشه دیگه اشتباهی ندونم باید راهنما تشویق رشت واقعا شلوغ شده. من نمیدونم چند سال شما رشت نیومدین به کی دارین این ویدیو رو نگاه میکنین. واقعا رشت اصلا ماشین نمیشه آورد بیرون. اصلا حوصله ترافیک ندارم پیاده بره آدم مثلا برای رشت راحت‌تر زودتر میرسه. اعصابش حداقل راحت. اینی ترافیکه. بعد از اون مجبور شدیم ماشینی بیاریم بیرون. معمولا تو رشت رانندگی نمی‌کنم. اینم ورودی شهر سامسرا یا سوماسرا. قول سامسرا یا سوماسرا. سامسرا مثل خیلی از شهرهای ایران اولش یک کمربندی داره شهر رو دور میزنه دیگه. الان ما تو کمربندی باید بریم راحت. یه سری شهرها اصلا شکارش نمیتونی بکنی مثل چابکسر. شهرهای ایران اکثرا کمربندی داره. اکثرا چیزی که من تو ذهنم هست مثلا تالش هم میخوایم بریم این کمربندی داره که داخلش هم بدتره. مثل رامسر میمونه چون رفتی گیر کردی. کمربندی باید شیک و منظم شهر رو دور بزنه. حالا نه فقط به خاطر ما کسی که میخواد بره مثلا ته استان، به خاطر خود مردمش. مردم چه گناهی کردن کار زندگیشون برسن. هم تامین اجتماعی 15-16 سالشون هم نیست جوابشون معلوم. کارهای خطرناک. نصف مشتری ما همه موتوری. هرسج راهنما میزنی میخوای بپیچی. اینم که کمربندی سامسرا تامین اجتماعی دادم یاد چیزا افتادم. یه جمله بود یه خورده بیادبی بود. من یه خورده دارم براتون مؤدبانه‌اش میکنم. حادثه شرم کن من بیمه بی‌شرف‌های تامین اجتماعی هم. هیچی رو گردن نمیگیرم خداییش. بعد حقوق دادنشون هم که دیگه خودتون مستمری بگیر داشته باشیم. بابایم بازنشسته است با 31 سال سابقه خودم 15-16 تومن میگیره. 15-16 تومن
نمیدونم شما که ایران بودی من خارج هستی، مثلا من پیروز یه پلاستیک میوه گرفتم، 2 تا انار بود، 2 تا بی بود، 4-5 تا هویج بود، یه 3-4 تا نارنگی، یه پلاستیک مثلا متوسط هم نبود، کوچیکه ولی پر. 499 تومان من کارت داشتم. این مثلا پول اینقدر، چون شما 15 روز و 16 میلیون رو خب بهتر حساب کنیم، 16 میلیون رو تقسیم بر 30 کن، 30 روز 2 هفته 14 تا تقریبا میشه 700 تومان هم نمیشه، مثلا بگیریم 600 تومان، 6 تا تازه میشه 18 تومان، مثلا روزی 600 تومان هم نیست، مثلا 570-80 تومان مثلا تو میتونی خرج کنی. یه پلاستیک گفتم 499 تا 500، یعنی روزی یه پلاستیک میوه باید میتونی باش بخری، بقیه چیزا نه. از این جهت باید بهش نگاه کرد. نه 15-16 میلیون. یوتیوب هم 2-3 ماه با ما لج افتاده، از این یه درآمدی میده خدایش خندت میگیره، واقعا خندت میگیره که میایم اینجا خودمونم یه خورده غور میزنیم، یه خورده بازارگردی میکنیم، نه یه خورده به خودمونم کار گلیه، تقریبا به خودمونم کیف میده. اینجوریه، میلیونی پول نمیده، خبر نیست. بگیم ولاگ میبینی میخوای بیای تو یوتیوب، باید همجوری دلی کار کنیم برای بچه‌ها، مثلا باش آینده خبری بشه، خرجی بشه. اینم جاده اصلی این سراوان به چی داد دیگه، اولش از سیاکل شروع شد تقریبا. من یه خورده تمرکز کنم نمالیم و نمالونون که میره به آستارا. گفتم میخوایی مثلا بگی آقا میام بازار میگردم پول خوب میده و فلان میده و کاری نداره، ضمن سختی کارها، سختی های کار پولم اولی نیست. خلاصه کار باحال، یا من نمیگم کار بیام چیزی، هم مثلا میگم 3-4 سال دارم ولاگ میگیرم، پنجشنبه بازار تالش قشنگت جذاب هست، میرسم 6 صبح به خاطرش باشم رانندگی کنم برسم به بازار. این به عشق دوستان میام فیلم میگیرم، به خودم هم حال میده، هم یادگاری همون میمونه، هم دوستان کیف کنن، هم حال خودم هم خوب میشه. این مهمترین چیز همین گزینه آخر بود، نه به عشق پول و اینا نیست. بلاگ رانندگی هم که اصلا پول نمیده. شما بلاگ رانندگی ما نگاه کنین 2K 3K 5K 10K هم نرسیده، اونایی که 2-3 سالم گذاشتیم یادگاری میگیریم و رمی خوشی میگیریم. یه سلامی هم عرض کنیم به دوستانی که واقعا ما رو شرمنده میکنه. واقعا هر موقع خسته میشم میگم 1-2 هفته نذارم، تو تلگرام به ما پیام میدن، تشکر میکنم، اسمشون زیاده، بعضیاشون درجا کامنت میذارن، تشکر ویژه کنم ازشون. واقعا باعث دلگرمی ما این، باعث افتخار و دلگرمی ما این. خوشحالیم به همراهی شما. بقیه کامنت نمیذارن و بلشون، حسودای نامرد. کامیونن از بیده به لاین صورت تکون نمیخوره. اینجا کسما و گراب زرمیخ و کلسر و
ساون سرا ممنونی رو لاین چیکار می‌کنید؟ الان معمول می‌بینیم می‌پریم. بنزین هم که داریم. درختایی که سمت راست و چپ می‌بینین اینا صنوبرن. سوم سرا زیابر میای داخلش. من به زیابرم برسیم. به شهر صنوبر باشه. درختای صنوبر. این صنوبر کاشتن خیلی مرسومه. اینو تازه کاشتن اینا. شاید 2 ساله است. چند تا کلیپ دیدم این توی اینستای بر ما میاد دمپینگ صداگیری ماشین من دو این در رو باز میکنن 2 لایه چیز میکنن عایق میزنن صدای بیرون نمیاد وقتی کلیپ ها دیدم حساس شدم صدا خیلی تو اتاق میاد لعنت داریم میسازید خوب بسازین دیگه رانه مثلا 98 قشنگ صدای بیرون میاد تو زندگی هم مشکلات صدا این بیرون دیگه چیز خاصی نیست ولی خب باز این موتور نصف شب موتورهای 125 یک روزش هم برمیدن دستکاری میکنن خیابون مثلا خیابونای تنگی که 2 طرف خونه است میره صدا چند برابر میشه صدای اینجا البته از اونجا بدتر نیست ولی خب طولانی مدت چیز میکنی رو اعصابت میاد من واجه نگاه نکرد کلش نشرخید نگاه کنی ماشین میاد نمیاد باز یکی داره چراغ آشنایی داریم پیکان داره از اوایل ماشین خریده بود داشت با ضبط ور میره با حواسش نمون سوار بولوار شد بعد شده چی شده؟ چی شد؟ چی داشتم با ضبط هم مثل یادم را پاش فرمان که پیکان میبینم یادم بنده خدا میاد از اینجا پا شد رفت همدان بعد چند سال ماشین نداشتن این دیگه دید ماشین گاز نمیخوره ماشین رفته تو لاین سرعت هرچی گاز میدی گاز نمیخوره بعد دید چی مجبور شد کنار بزنین خوردن چند ساله ما ماشین خریده الان واسگازینش عوض نکرده واسگازی نریخته روغن گیر باکس بعد به مردم میگم مگه روغن گیر باکس هم روغن داره
این کامیونم یاد خاطرات آب و جد زنده میشه. اینم جاده ماسال و تایرگرا و پشت قایم شده. کلید برق. نیسان یه لاستیکش رو خط معمول بهش اشاره داد. باور نمیشه چسبونده به سفرمون. من عادت گند دارم، مجبورم بذارم رو ترمز. زیاد بچسبونه ماسال و تایرگرا و براتون ولاگ رانندگی از سام سرا به ماسال رو گذاشتم، دوست داشتین نگاه کنید. ماسال هم شنبه بازار داره، خیلی بازارش باحاله، کاسباش هم باحالتر. این واقعا یه جو باحالیه. 90% بازاره گیلان اینجوریه ها، 90% یالا بنده خدا مقصر نیستم. بگیم مثلا کلیپ میگیری، من خودم بابام کاسب بود، الان دیگه بازار روزان نمیره. ما باش میرفتیم خودمون خجالت میکشیم. هم کلاس دو کار درست بچه بودیم دیگه. ما تو یه کلاسی بودیم که بابای همه دکتر بود، مهندس بود. الان تو این سن رسیدیم بگیم که اون در آوردن حلال از همه چی مهمتره. تو کاسب حتی ماش بیافته خودم هم میرم بساط میکنم. بازم بچگی دنیاش همینه، خجالت میکشه. اونم شاید همین چیز حریم شخصی تقریبا دیگه. به سن پختگی آدم میرسه میفهمه که هیچی بهتر نون حلال نیست. کارگری شده، کارگر معدن شده، کارمند بیمارستان مثل مباشر شده. تو اون سن ما اینجوری بودیم. معلم میپرسید شغل بابا چیه؟ مثلا میگفتیم آزاد. خجالت میکشید. بنده خدا بابای ما 5-6 صبح میرفت بازار تو بارون برف. جاده رو الان 100 سال میخوان عریضش کنن، این شم میده صاف میکنن. من چیکار میکنم؟ خیلی این جاده خطرناکه، اصلا مواظبش از خط فاصله بگیرید. به شدت این جاده خطرناکه، من دوستان رعایت نمیکنم. احتیاط کنیم واقعا، این دیگه رو نه عجله نکنیم. کلا تو گیلان عجله نکنین. این کلش تو هم کجاست؟ یه فرمون میگیری بر گوشه برای خودتون 80 تا برین به این منطقه امنی برسید.
از نزدیک زیابریم ما. اینجا شاندرمنه، من تو جاده شاندرمن ها. تو شاندرمن فکر کنم یه 20 دقیقه از این ور راه. اینم ورودی شهر زیابره تقریبا. مینیبوسر نمیدونم میبینی یا نه، نمیشه زیابر. دوشنبه بازار زیابر هم براتون گذاشتم. جز شهرستان سومسراست زیابر. اینجا هم خاکش مثل نم پیر بازار خمام میخوام برین این سمتی بود، مثل آستانه اشرفیه. تقریبا هرچی میکاری در میاد. بعضی دوستانم تو کامنت نمیذارن، ولی شاید خودم فکر کنن که من رانندگی خودمو خیلی خوب میدونم. همچین چیزی نیست. من همیشه دوستان گفتم گواهینامه منو با پارتی گرفتم، آشنا داشتیم. من پشت فرمونم درست برای نبودم بشینم، همینجوری افسر آشنا بود گفت بریم خونه آب بخوریم، من گواهینامه داد.
کامنت گذاشته بود خیابانه اصلی نبود مجوز مغازه و اینا بدن. شمال همه جاش خیابون اصلی دیگه، مجوز مثلا میگم اینجا مغازه تعمیرگاهی فروشگاهی مجوز ندن کجا بدن؟ شمال همه جاش جاده است، همه جاش این علامت حیوان اهلی میبینین اینجا میاد. یه دونه پلاک رضوانشهر ما دیده باشین یه گله گاو میاد یه ساینای میزنه بهش، مواظب باشین. این گله هم میاد، تابلوش الکی نیست. این جاده بزرگ گول نخورید یهو میان. اینا کنار جاده من دارم میبینم گاو تو چی دارم زمینه جا مه گرفته. کامیونم کنار نمیشه مردم برم. پاییزی گرفته به خودش. بعد از این یه خورده جاده گشاد میشه سبقت گرفت. 56 نون بذاره ممنون اونو بخور. سر همینجا زد پلیس ها ساینای به گاوا به ساینای نه پلیسای رضوانشهر دست راست میره به رضوانشهر خونه ها اصلا 56 دار سبقت بگیرم.
چش باز میبینین این ماشین با سرعت داره میاد، یه کرایی داره میاد. تا جایی که چشم کنم که ماشینه سرعتش شروع کنیم. رفتم 90 تا بود و 100 تا نرسید بازم. تریلر خیلی آروم میاد. 70 تا صدا 70 تا هم نمیاد. من الان دارم 70 تا میرم. تو آینه هی میبینم دارم دور میشم ازش. من 60 تا داشت میرم. تازه گرفت کنار. پشتش یه ترافیکی شده. جاده ترانزیتی هست. با گشاد بشه دیگه. الان یه لاین مثلا همین کامیون میاد سواری با پشتش گیر کنه. من دوتا سواری کنار هم میاد برای داره چرا اون داره سبقت این راحت کنار ما. چرا فکر کرد من میخوام این راشو ببرم. مشکوکی هم ماشین داری میاد. انشالله که ایراد از گوش هست. بریم ما عجله نبود. شما بشین. بازم تاکید میکنم بهتون، اولا که من گفتم من رانندگیم جدایی هم ندارم، قوانین 100% نمره رانندگی خودم قبلا دادم 16 خیلی خوب بدم 16 که پشت فرمون گوشی دستتون نگیریم، واقعا دوستانه برادرانه پسرانه پدر که سنم نمیخوره نگیریم گوشی دستتون نگیریم. واقعا من خانواده رو بدبخت میکنیم به خاطر گوشی. خواهر خانومم چند روزش تصادف کرد به خاطر گوشی. 10 بار بهش گفتم ما گوشی دستت نگیر، زد ساق و پا یکی رو شکن. پیاده بود آبر پیاده. بدبخت نوناور خانواده است. ما داریم دو سه نوع درآمد داریم باز گرفتاریم. باز خدا رو شکر. خب زندگی لاکچری نیست. حالا فکر شما مثلا این نونور خانواده پاش بشکنه 3-4 ماه کارش از دست بده، 3-4 ماه کی میخواد بهشون کنه، یا مثلا خدای نکرده فوت کنه، خانواده کلا میپاشه ازم. به این فکر کنید. هیچ چیزی تو اون پیام مهمتر از جون مردم نیست، مهمتر از سلامتی مردم نیست، مهمتر از سلامتی خودتون نیست. هیچ چیزی تو اون گوشی مهمتر نیست، هیچ چیزی.
گوشه بزنید آروم برین، حداقل مثلا با 30-40 تا سرعت برین با گوشی ور برید. آیفون بذارین، هندزفری بذارین، اصلا امکان جواب ندین. میگم هیچ چیزی مهمتر نیست. این بولوار میخوره به آره دیگه خودش هوا بیاد خالی روشن گرم شد. اینجا میخوره به اسمش میاد اسم تابلو ببینه واقعا ذهن اسمم میشه اسمش یادم رفت. پونل نیدم اون خودش یا روستای پونله، همش میگم شهر روستای پونل که جز شهرستان رضوان شهره. رانندگی از شاندرمن به پونل هم براتون گذاشتیم، از پونل به انزلی هم براتون گذاشتیم، تقریبا جاده‌های گیلان رو گذاشتیم دیگه. افتاد بازو داره قشنگ در میاد. جاده چیز هم براتون گذاشتیم، خلخال به پونل تقریبا کنم 24 مرداد بود فکر کنم، شهریور نبود. رفتیم جا تو خالی اونجا کباب کیلویی خوردیم. دار کباب بلاگشو حتما ببینید، جاده واقعا قشنگه و خطرناک. پیشنهاد میکنم اگه تابستون اینا مسیرتون گیلان خورد این جاده رو بریم. آخر هفته باشه خیلی بهتره، کبابی ها اینا به راهه، یعنی سرده یا کاپشن میشه. تقریبا یه ماه بیشتر بارون نیومده گیلانی که تو پاییز ما دانشجو بودیم، بچه ها از جای مختلف اومده بودن لنگرود میخوندیم. اینم پونله میره به سمت از پونل به انزلی راه داره دیگه، رضوان شهر و انزلی. ما میریم سمت آستارا و جاده نمیشه خلخال، دوران، دهستان ارده خیلی قشنگه. یه خانم میاد اینستا پست میذاره ارده را باید دید، هشتگ تو ذهنم این میاد. داشتم میگفتم لنگرود رفتیم اینقدر دیگه بار اومده بود، بچه‌های مثلا مشهد بودن، شیراز بودم، جای مختلف میگم حالمون به هم خورد دیگه. واقعا بارون میومد، یعنی هر روز بارون. مثلا شمالی ها هوا بارون میشه میگه هوا خرابه، اینم پلنگ پاره اسم باحالی. سر صبح اینجا خلوت ها. من اینجا مثلا یه ماه پیش کنه 3-4 ماه پیش رفتیم به گرم سرین. اینجا شلوغه، خیلی هم بی احتیاط میرن مردم. میگم شما تو گیلان مثلا کل شمال، جای دیگر من کار ندارم، شمال 80-90 تا داخل جاده اصلی، جاده روستایی اینا 60-70 تا هست، قابل کنترل و پیش بینی چیزی نیست. 80-90 تا با خود برو دیگه. یا موتوری میاد یا بچه کوچیک میاد، چاله چوله رو نگاه کن، لاستیک مورد داشته باشه بزنید چاله ملق بزنید.
80 داره. برای اینا چند داره بیا 43 نمیدونم کجاست. برای داشتن ترمز نداره لعنت. من رو با معکوس با نگه داریم چون میزنی الان ماشین ما بهتر نیست خب از اون بهتره اینجا ترمز میزنیم الان سمنده کجا باید برای که کار میداره نه اینجوری نیست بنزین هم داریم اگه جلوی تلویزیون نشستی داری نگاه میکنی یه چای برای خود بریز یاد اون جوکه افتادم میگو بابام جلوی تلویزیون میشینه اخبار نگاه میکنه یه جوری فلاکس و لیوانو برم داره انگار راننده اتوبوس روبرو داره ماشین میاد یکی از دوستان اصلا کانادا هن این خانم آقایی هن اسمشون من یادم میره چند شب پیش عکس فرستاده بود کانادا برف زده بود اینجوری که پیش میاد ما زمستون تو برف هم نبود دلی باورتون نمیشه شب ما پکیج روشن میکنیم روزم کولر هم خونه هم تو ماشین هوا اینجوری شده 22 آبان ماه همچین هوایی رو ما خرداد ما تجربه میکردیم و مهر هم 22 آبان هوا اینجوری جا به جا شد نه محل عبور حیوانات وحشی مثل گوز شهر آوخانم نزدیک چوب بریم اشتباه نکنم از دور تو این جاده اسب میدم من گله‌ای میاد از دیدین سرعت رو 10-20 تا کنین من اینجا دیدم اسب گله‌ای میاد اسب از گاو چابکتره جهتش هم سریع عوض میکنه من 90 تا رو نرسیدم 88 داریم سرعت برا که نیست برا براتون تابلو بخونم مسیر نوشته کیلومتر آستارا مستقیم اینجا پرسر ببخشید من چوب بر گفتم پرسر
کمربندی تالش مستقیم هم تالش داره ولی ما کمربندی میریم خودمون رو درگیر نه او گاومیش دیدین بهتون گفتم خارزاده خانم گاومیش چند شب پیش یه دونه کامیون زده بود به گاومیش مسیر کیاشر اونورا بود کامیون بود مرد 30 خورده ساله خودش راننده اندازه ماشین پراید دیگه کامیون زده بود خاور بود خلاصه اینکه بله توصیه های مون جدی بگید صاحب لاین سرعت بل کردیم چون راهنما رو میزنیم راهنما میزنیم داره میاد پشتین 207 دیگه دارم اولا نزدیک میدون یارو راهنمای دست چپ زده یعنی میخواد بیاد میدون رو دور بزنه باز میدیمی دست چپش که چی بعد من میدون اومدم دور دست راست باز میدم که چرا اینجوری این آبشار ویسادار این میره یکی جلوتر زیرگذار داره این پرسر فکر کنم جز رضوانشهر اگه اشتباه نکنم که تو ذهنم میاد از این بعدی تابلو نوشته گوگل مپ باید بزن اینجا خورده تابلو خانیشون سخته ببینم من چیز متوجه نشدم یا اونه یا اینه شاید هم بعدی باشه ولی تو ذهنتون باشه گوگل مپ بزنید بیسادار بلاگش هست پلیلیست رضوانشهر کانال ما بری هست ما زدیم گفت با چیز رفتیم برنامه داخلی چیه نشان رو نمیدونم بلد نمیدونم یک کدوم از اینا بود زده بود 50 دقیقه خانمم گفت 50 دقیقه بریم دیگه نگو 1 ساعت و 50 دقیقه است نزدیک 2-3 ساعت تو راهه برش هم راهه ولی قشنگه ارزش داره بس این قشنگیش حیوانه واسه کشته پیشنهاد میکنم تو برنامه‌هاتون باش بهار تابستون بستون یه خورده اونورا آنتن هم نمیده بلو نه با خودتون ببرید کارتان کار نمید اونجا رو با دست چپ میشه رستوران شاتر عباس
بچه ها پامرزی اوریون دیناچال پیلوش این تالش یا تالشان اصلا معروف به سر تالشان ماسال و فومن و ماسول اینا تالش سال تالشان بهش میگن منطقه تالشان همشون تالشی صحبت میکنن مرکزش هم که تالش هم هشبر دو میگن تالش هشبر بهش میگن زبان تالشی رو میزنن اکثرشون هم سنی مذهب هم ما تو خوابگاهمون چند تا تالشی داشتیم همشون سنی بود التسنن خیلی آدمای باحالی هم هستن من با تالشی ها هر کی برخورد داشتم همشون آدمای بامرام باحالی با خیلی هاشون هنوزم در ارتباطم بعد عکس ییلاقاتشون مثل شکردشت و سوباتان و جاده اصالام مثلا آدم نگاه میکنه واقعا بهشت دیدین دیگه حداقلش یک کلیپ و یه عکس با دیده باشید واقعا این یه تیکه این منطقه برخوش یک گیلان جداییه یه روزم نمیشه الان جاده جنگلی گیسا من براتون بلاگشو گذاشتم من تو راه ماست نزدیک 8:13 داشت 6:55 دقیقه فکر کنم راه افتادیم یه 7 یه ساعت و 20 دقیقه دور اینا زرد شده من یکم شل کنم ممنونت کنیم میبینی این قرمز شده هنوز کامل زرد نشد خاله خدا بیام چه پدر بسید این جاده گیسوم خب که من میزنی شما رو یه جا اشتباه میبره نگاه روستای گیسومه الان میریم ورودی اصلیشو بهتون نشون میدم ورودی اصلیش یه جایی که بساط کردم دو طرفش گوگل مپ اشتباهی شد شما رو ببره وسطاش یهو در میاد مثلا بگم ورودیشو اونجا دقیق‌تر بهتون میگم حواستون باشه اونجا گاز نزنید یواش‌تر برید یه دور برگردون بعد دور برگردونه این دور برگردون شاید نباشه ولی بعد دور برگردون حواستون باشه بیا مرزا پاشایی عزیز چی دارید ما هنگه یکی هست تو قلبم بچه گربه پرنده اینا شما گوگل مپ میزنی شما رو اشتباهی از این ورودی میبره خب ورودی اصلی اون تونه جنگلیش اون بره جای خورده جادهش هم بدجوره الان میریم بهتون میگم ورودی اصلیش نیست
بعد سرعتگیر این ورودی اصلیشه. الان گل بساط نگه این درختاش برگاش ریخته کنم گرونی ها بهش فشار رو خاله سراست. حالش مستقیم، خاله سرا دست راست، دنگرش دست چپ. طلایی باتری 11%. هرات یه ویرگولی داشت. رسیدیم دالش. میخوام بلاگ رانندگی تو شهر بگیرم و پنجشنبه بازارش. اگه حوصله داشتم وقتاش داستارم میخوام برم ویدیو بگیرم ببینم حالم چجوریه. به احتمال زیاد میرم. داشتین رو نگاه بارش اون ناهم گذاشتون معلومه زیلیات مال در بره بایستر همچون آدم هایی بچه ماشینه رانندگی نکنید. یهو دیدی کیسه اومد واقعا بالش آستارا نسبت به رشت دوره. بنده خدا مثلا به خاطر دکتر و کار اداری و چی باشن تا رشت بیان.
خیلی سخته. ما خودمونم 60 سال زندگی کردیم گرفتار بودیم. تا ساعت 300 و نیم راهه. یعنی به خاطر این کار اداری مجبوری از 60 سال پاشی بری ساری. حالا فکرشون به خاطر دکتر باشی، مریض هم باشی، بری مطب بشینی، واقعا سخته. ما که برای تفریح میریم. خاور آبی تا من ندیده بودم. آبی خاور چرا بی افت میدم؟ تالش 10 کیلو دیگه رسیدیم. یه چای من خود بریزی رسیدیم. کشاور محله پایین. پل اعتمادی مال قطاره. آستارا انزلی همیشه. به جاده است. به سمت اسالم میریم. گوشی زور میاد به خط نزدیک میشه، خط فاصله میگیره، آینه میبینه. سرعت 85 دوستا، نگران نباشید سرعت میرم. اوشیان عمو شجاع، پسر شجاع. درختا داره قرمز میشه. این تکمنا رو میبینیم مال التسننه، مسجد تکمنا، مسجد اولو کری هم چیزی نوشته. اولا دشت رفته بودیم، نه مثل مسجد ها بال بود. یکیش یادمه خلیفه راشدین چی چیزی، مسجد هاشون بال. اسالم مرکز شهر. حالا 4 کیلومتر. یه نصف چایی بریزید. چای فقط چای ایرانی. حالا مازندران هم چای داره، چای ایرانی. خیانت نکنید، چای خارجی کیسه‌ای بریزید. تو برنج هم می‌کنید. درازلو
تالش خوش آمدید. شما رایگان من آوردم تالش. کیف. بلاگ سرخمش هم نگاه کنید، قبلا گذاشتم تو کانال. این پنجشنبه گذاشتم، قبلا گرفتم ولی خب سر زور رسیدیم. این ماشین پدرخوانه ما خراب شد. بلاگش اونجوری دلچسب من نبود. اشتباه میزنم من قشنگ دقیق ریتمش بود. زیتون 80 تومن. زیتون 80 تومن دیگه چی؟ کروانی با از اینجا شروع شه، دانشگاه آزاد دادن، شهر دور بزنه کیف کنن، هم بومیا هم مسافر. مرسی راهنما، صدای دستا. لابوی بود ماشاءالله، این کله من ساعت 8:29 است. جا ایران این یادم دارم تعریف کنم، خوابگاه بودیم بچه ها میزدن اخبار ساعت 11 شب گیلان. یه خانمه میومد میگفت تقریبا همه چی رو فارسی میگفت، یه فعلی این وسط رشتی میگفت، یه فعلی رو بچه های گیلانی هم داشتیم تو خوابگاه ما، تالشی داشتیم، روستاهای لنگرود میومدن، خومم بودم، انزلیچی هم داشتیم. چیزی میخنده بال میگفت، خیلی بال میگه اخبار. چه سیگار سر تو نم تالشان بار تالشان. دوستان ما این ولاگ اینجا تمامش میکنیم، میخوایم ولاگ رانندگی بگیریم داخل شهر تالش. امیدوارم که لذت برده باشید، شما با ما باشید. من اونورم شروع میکنم بغل هم میزنم. امیدوارم که لذت برده باشین. لایک کامنت فراموش نشین. پراید نگاه کن انشالله سر داره یا نه. دست راست برو، جلوی بکش. لایک کامنت حمایت فراموش نشه. همتون رو دوست دارم. روزتون هم بخیر باشه.